به خدا به خاطر اینکه ایمان آوردید مسلمان شدید؟ چرا منت میگذارید؟ این یک حس ایجاد میشه در انسان. چرا بعضی از بچه مذهبی ها خیلی راحت بد اخلاقی میکنن؟ فکر میکنن پشتشون به یه جای گرمه، هر کار خواستن میتونن. بله، دقیق اینو به زبون نمیارن ولی این احساس طبیعتا توشون جاری میشه. آدم به ایمانش به خدا هم مغرور بشه، یکی از آثارش اینه که منت میذاره سر خدا به خاطر اینکه ایمان آورده. خود همون اوج به تنهایی خود بله. اوج بشه بالاخره. و یا اینکه شروع میکنه به بد اخلاقی کردن. پس ما هم میگیم خوش اخلاقها غرور پیدا نکنن به خوش اخلاقشون، احساس بی‌نیازی به ایمان نداشته باشن، که این دیگه یکی از جلوات فرهنگ غربه که غربی ها وقتی میخوان با دین در بیفتن معمولا از این راه وارد میشن. ما دروغ نمیگیم، همیشه لبخند میزنیم، مهربانیم. الان فیلم های سینمایی که تو کشور ما میسازن و از آبشخور فکری فرهنگ غرب تغذیه کرده، معمولا اینه، دعوت به اخلاق میکنن، منهای ایمان، منهای ایمان به خدا، دعوت به صفات نیک اخلاقی میکنن. حالا شما نگاه میکنی میگه خب این که چیز بدی نیست، درسته؟ بله. ولی اگر فیلمساز قصدش این بوده که بگه نیازی به ایمان به خدا نیست، بیا با همین الگویی که از این شخصیت ها میگیری که بدون ایمان خوش اخلاق هستن خوش اخلاق باش، این میشه قرار دادن اخلاق در مقابل دین و از نظر شما ارزشی نداره. بله، و نه تنها ارزشی نداره بلکه مثل ابلیس میمونه. ابلیس نه تنها اخلاق رو مقابل خدا قرار داد، بلکه بالاتر از اخلاق به تعبیری عبادت‌های خودش رو بهش قره شد، مقابل خدا ایستاد. ابلیس دیگه سمبل بدیه برای ما دیگه. اومد به عبادت‌های 6000 ساله خودش تمسک کرد، اتکا کرد. او بابا ما اینیم دیگه، لازم نیست ما همه حرفای تو رو گوش بکنیم. شد ابلیس. حالا یک کسی به خوش اخلاقی خودش قره شد و اتکا کرد به خوش اخلاقی خودش و گفت نیازی نیست خدا من حرف تو رو بشنوم. ابلیس. خب در دینداری هم این آفت هست یعنی بله، از اون طرف هم هست. بله، از اون طرف هم هست. یعنی کسی ایمان داره به خدا اما خوش اخلاق نیست. اینجا چقدر پیامبر گرامی اسلام اینجور افراد رو مذمت کرده. غیر از این مذمت، چقدر بعضیا به خاطر بد اخلاقی از ایمان خارج میشن. روایت داریم حسادت ایمانو میسوزونه. شما ایمانو به خدا داشتید ولی صفت حسادت رو درستش نکرد. میفرماید حسادت ایمان رو میسوزونه، مثل آتیش که پنبه رو بسوزونه. نمیدونم آتیش گرفتن پنبه رو دیدید یا نه؟ یه دفعه آب میشه، خاکستر هم ازش باقی نمیمونه. خیلی عجیبیه. سوختن پنبه مشهوره دیگه، میگن آتشی به انبار پنبه بزنه دیگه قابل جمع کردن نیست. حسادت ایمانو از بین میبره. حضرت آیت الله مظاهری خدا حفظشون کنه، قدیم در قم درس اخلاق داشتن، ایشون میفرمودن کسی که عصبانی باشه من میتونه ایمان خودش رو حفظ کنه؟ نمیتونه حفظ کنه. از اون طرف هم هست. ولی یه نکته رو هم من باید اشاره کنم، اونم اینه که اگر کسی ایمان داشت و اخلاق خوبی نداشت، ما امید داریم ایمانش او رو یه روزی خوش اخلاق بکنه، یعنی اون انگیزه ایجاد بشه برای خوش اخلاقی. چون ایمان صفای باطن میاره و صفای باطن زمینه پذیرش اخلاق رو افزایش میده. و اگر کسی اخلاق داشت اما ایمان نداشت، امیدوار هستیم که یه روزی همین اخلاق او رو مؤمن کنه. از این طرف هم هست. مثالش هم اون فردی بود که 3 نفر اومدن ترور کنن پیامبر گرامی اسلام رو، آدمای قلدر بزن بهادری بودن. جبرئیل امین خبر داد، پیامبر گرامی اسلام فرمود علی جانم برو این 3 نفر با این مشخصات دستگیرشون کن، اگر مقاومت کردن دیگه طبیعتا باید نبرد کنی، اما یکی از اونها رو نکش با این مشخصات. پیامبر امیرالمومنین علیه السلام اومدن این 3 نفر رو دستگیر بکنن، اونا مقاومت کردن، 2 نفرشون به قتل رسیدن، اما اون 1 نفر هر چه کرد امیرالمومنین رو نکشت، دستگیرش کرد، کت‌بسته آورد. خیلی ناراحت بود از اینکه چرا دستگیرش کردن و گفت منم بفرستید پیش رفقام و اینها. رسول خدا به ایشون فرمود که میدونی ما چرا تو رو به قتل نرسوندیم؟ چون یه اخلاق خوبی تو داریم، کمک به فقرا و محرومین رو دوست داریم. گفت ای خدای شما اینو میپسنده که تو من هست، پس من مسلمان میشم.
ما امید داریم کسانی که خوش اخلاقن روزی مؤمن بشن، ولی اگر کسی در حد خوش اخلاقی موند، اوج پیدا کرد به خوش اخلاقی و احساس نیاز به ایمان پیدا نکرد، مثل ابلیسه که اوج پیدا کرده به عبادت و نیازی به اطاعت دیگر فرامین الهی پیدا نکرد. بسیار خوب. خیلی